چند نفر جوانایی بود که اونها رو من نشناختم، خیال کردم نماز میخوانند و میروند، اما وقتی که مهمانخانه برآمدم آنجا بودند جوانای زیبایی سیمای صالح داشتگی. پرسیدم که شما از کجا هستی؟ گفتن حضرت شما از خراسان میشه، از قرآن تیپه. ثانی یکی از اونها با یک دل شکسته و با قلب محزون که حضرت شما اول یک التماس دارم و بعد دعا از شما میخوام. التماس من همین است که پدر من ماه مبارک رمضان روزه میگیرد و نماز میخواند، اما در غیر رمضان دیگر نماز نمیخواند. به خاطر اینکه نماز نمیخواند مادرم با او قهری است و مادرم گفت است که تا اگر نمازات نخوانی من به تو همخوابگی نمیکنم و در جایگاه تو خواب نمیروم. مادرم این سوال به شما روان کرد که آیا من در پیشگاه خدا به خاطر این شوهرم گناهگار میشوم یا نه؟ وقتی که این جوانی صحبت میکرد الکی دا گریه او رو گلوگیر میکرد. معلوم بود که برای مادرش و پدرش دلش میسوزد که دعا کنه خداوندا پدر من اهل نماز کنه و از این خجالت ما را خلاص گرداند. انشاءالله امید دارم این جوان که نامش محمد الله بوده است، الله اعلم هم تو بود، که به خاطر پدر از این راه دور اینجا آمدن. امید دارم که دعای ما و دعای این جوان صالح برای پدرش اجابت می شود و پدر او اهل نماز می شود. از این منبر رسول اکرم من اولا به مادر این جوان که به خاطر برای سعادت رهنمایی کردن شوهر خود این تصمیم گرفته است تبریک میگویم. مادر جان خداوند شما را تنی صحت دهد، خداوند شما را در این ایمانتان ایستادگی نصیب کند و همراهی فاطمه و عایشه و آسیه خداوند شما را در جنت جا دهد. به سبب آنکه چند روز با شوهرت به خاطر نماز قهری هستید شما در اینجا گناهگار نمیشوید. شما او را ملایم فهماندن گیرید انشاءالله و با نصیحت شما با التماس شما نماز خوان می شود. من به این موی سفید خوب خواه از ما کلان است و خواه همسال ماست خطاب میکنم. برادر عزیز، این مادر و این پسر برای شما مهربان هستند، دوستند، دوستی حقیقی شما اینها هستند که میخواهند شما را از دوزخ نجات دهند، میخواهند شما را از عذاب قبر نجات دهند، میخواهند شما را از خجالت پیشگاه خدا نجات دهند. برادر عزیز، نماز فقط در یک ماه مبارک رمضان فرض نیست. نماز عبادت است که از روز بلوغ 12 سالگی تا آمدن مرگ غرغره جان در گلو فرض است. و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین. بنابر وقتی که تو رمضان در نماز میخوانی 11 ماه دیگر نماز ترک میکنی، تو بنده رمضان هستی نه بنده خدا. تو عاشق رمضان هستی نه عاشق خدا. خداوند بندهش دوست می‌دارد که او را دوست دارد نه رمضان. خداوند بندهش فردا داخل بهشتش میکند که از امر او پیرو باشد، نه به خاطر خجالت مردم که همه در رمضان مسجدی میشوند خطیشان مسجد میرود و غیر رمضان راهی مسجد ترک میکند. خدا از این تو بنده بیزار است. عزیز من، موسفید باشی یا همسال من باشی، بدان که پیغمبر خدا چی میگویند؟ من ترک صلاة العصر فقد وطر باهله و ماله. رواه البخاری. کسی اگر نماز عصر همین روز قضا کند نخواند، برای او آنچنان مصیبتی وزنی است که گویا اینکه فرزنداش وفات کرده باشد، گویا اینکه مالهاش تلف شده باشد، فقط به خاطر یک نماز عصر که مصیبت فرزند و مال چی بزرگ است. پیغمبر به او برابر کردن. وای به حال تو عزیز من که در یک روز 5 نماز قضا میکنی. خداوند برای به نمازها در قبر مار را مسلط کرده است که او بادوم خود بالای سری تو میزند
70 گز در زمین فرو می روی، باز میکشه میبراره، میگوید این به خاطر آن است که بامداد نخواندی. باز میزند با فرو می روی، باز میگه این به خاطر آن است تو پیشین نخواندی. برای 5 نماز این 5 عذاب هر روز در قبر است، پیش از آن که با روز قیامت چه روز دهشتناک است. حضرت علی رضی الله تعالی عنه را پرسیدند که یا علی، حکم شخصی که نماز نمیخواند چیست؟ حضرت فرمودند من لم یصلی فهو کافر، نماز نمیخواند کافر است. شقیق ابن عبدالله میگویند و کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یرا شیئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاة. اصحاب پیغمبر هیچ گناه وزنینتر مثل نماز نمیدانستند. کسی که نماز نمیخواند اصحاب پیغمبر هم حکم به کفر میکردند. دادر عزیز، اگر از من کلام باشه عکای عزیز به جان جبر نکن. این همسرت والله برای تو مشفق و غمخوار است، این فرزند برای تو غمخوار است. من گمان میکنم که این فرزند تو محمد الله ابراهیم است و تو آذر. چگونه ابراهیم برای آذر مهربانی کرد، دلسوزی کرد، نصیحت کرد، اما مع الاسف خداوند در ازل او را مقدر نکرده بود است، تو کافر مرد. دعا میکنم که تو از آذر نباشی، تو هدایت یابی به این نصیحت فرزندان اهل نماز شوی. گوبین مولانای روم چی میگوید؟ به تو میگویم برادر عزیز، مع الاسف نام شما را من نپرسیدم، لیکن امید دارم این نوار میبرد، این جوان خوب به شما نشان میده. نه خفه نشو، والله من برای تو دوستم دادر عزیز. برادر عزیز گوش کن، مولانای روم چی میگوید؟ جد تو آدم بهشتش جای بود. میدانی آدم کی بود؟ آدم انسان بود که خداوند با دست خود او را نقاشی کرد، او را آفرید، او را زیبا کرد، او را جان دماند، او را در بستانسرای جنتش جای راحت برد قرار داد. آدم، جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردند و بهر او سجود. تمام ملائکه های مقرب درگاه الهی که خیلی مقام بلند دارند، به خاطر احترام آدم اجرای امر خدا کردن و سجده کردن. مقام او را بین، تو فرزند همون آدم هستی. قدسیان کردند و بهر او سجود، یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. یک گناه نه، همون گناه هم نکرده بود. خداوند گفت که آدم جنت همه در اختیار توست، راحت کن، اما همین درخت نزدیک نشو. یا الله، مع الاسف شیطان کاری خود شکرد، مثل که برای این قدر عزیز شیطان کار شکرده ایستاده است. شیطان کاری خود شکرد، آدم به همون درخت نزدیک شد، فرمان خدا را خیال کرد که این تأکیدی نیست. مثل که اکثر مسلمان ها نماز نمیخوانند، خیال میکنن که نماز مهم نیست. دل ما مهم است، دل ما پاکیزه باشد. شو روحکتان سیاه کرده بگو دلاتان. دل در اسلام قدر ندارد. نزدیک او درخت شد، وقتی که به او درخت نزدیک شد، هم با وسوسه شیطان، همون شیطانی که تو را برادر عزیز فریب داد ایستاده است. چه گفت؟ فلما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. به او درخت نزدیک شد، با حوا دست چنده گرفته بودن، حالا شاید ناخورده بودن. پروردگار فرمان داد تمام لباسهای جنت از بدن آدم و حوا ریخت. آدم و حوا لچی مادرزاد شدن، شرمنده شدن.
اثر گناه رو دیدی؟ شرمنده شدم. لطفی مادرزاد از خجالت و شرمندگی در پیشگاه خدا برگی درختها رو گرفتن و در شرمگاهاش هم موندن که ما از خجالت رهایی یابیم. خداوند خطاب کرد: آدم شرمنده، کجا میگریزی؟ کجا پنهان میشوی؟ من به تو نگفته بودم شیطان دشمنی توست گپی او رو نگیر؟ من به تو نگفته بودم که شیطان های انسانی و جنی دشمنان شما هستند؟ ای بندگان من، برای دموکرات ها نروه، برای کمونیست ها نروه، برای قرآن و محمد روه. نگفته بودم؟ من نگفتم شیطان به شما دشمنی آشکاراست؟ اکنون دیدی دشمنیشه؟ آدم برای یک سال، برای یک کمبودی از جنت بیرون شد، از رحمت خدا دور شد. 40 سال آدم اشک ریخت، 40 سال بیابان به بیابان ناله کرد، طواف میکرد. بعد از 40 سال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. بعد از 40 سال حبیب دلها محمد شفیع کرد، به خاطر گناهاش خدا با گناهش گذشت و توبهش قبول کرد. ببین، برای یک خاطر امر خدا رو ترک. تو عزیز من در یک روز 5 بار امر خدا رو ترک میکنی. در نماز بامداد که شد صبح، خدا به تو فرمان میده بنده من خیر نماز خوان. وقتی نماز پیشین درآمد باز علاهده فرمان میده بنده من خیر پیشین خوان. نماز عصر وقتش درآمد با فرمان از بالای عرش صادر میشود بنده من نماز عصر خوان. شام شد با فرمان صادر میشود، خفتن شد با فرمان صادر. 5 بار در یک روز خدا برای بندگانش فرمان میده نماز خوان. کسانی که نماز نمیخونن 5 بار فرمان خدای خدا، فرمان مربی خدا، فرمان آفریدگار خدا اطاعت نمیکنن، قبول ندارن. نحق چیست؟ یک فرمان رئیس جمهور اجرا نکنن، همشه خواب نمیبرد رئیس های ناحیه او چسکوایا و این و شب و روز میجمعن. 5 بار فرمان میده خدایی که گیت رو به خاک یکسان کرد. 5 بار فرمان میده خدایی که اروپا رو در زیر برف قوتانید. بنده هاش نماز نمیخوانن، با میگه ما بنده خداییم. چی میگوید؟ عزیز من، شما دو توجه دارم. خداوند شما را شاید به این صحبتی من دلتان ملایم کند و ترس خدای قهار در دلت پیدا کنم. اهل نماز شوید. جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردند و بهر او سجود. یک گناه نکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. یک گناه تو در یک روز 5 گناه میکنی. با این گناه هم گناه های حزل نیست. والله کسی یک نماز ترک میکنه قصدن نمیخوانه برابر دی زنا کردن است، برابر دی آدم کشتن است. یک گناه نکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. تو گمان داری که با چندین گناه، اینقدر گناه هر روز، چقدر نافرمانی خداست. تو گناه داری که با چندین گناه داخلی جنت شوی ای روسیا. الان فرصت داری برادر عزیز، تو خدای مهربان داری که به تو خطاب دارد، تو رو فریاد کرد ایستاده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. ای مؤمن گمراه،
ای مؤمن فریب خورده، ای مؤمن در دام شیطان افتیده، ای مؤمنی که هوا و هوس و امید تو رو فریب کرده است، بیا بیا پیش من، بیا توبه کن، من توبه تو رو قبول بکنم. الان خدا تو رو خطاب داره، بیا الان بعد از نوار تماشا کردم، والله توبه کن. خدایا گناهم به جانم جبر کردم، خدایا من دیگر نمازم قضا نمی کنم، خدایا این جسد ناتوان من طاقت عذاب تو ندارد. هزاران توبه کردم. رو به مسجد بیار، رو به نماز بیار، والله خدا گناهی تو رو میگذرد. والله خدا تو رو مانند نو از مادر تولد کردگی بار این گناهات همش میگذرد، به شرطی که توبه نصوح کن. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. محمد الله نادر عزیز، خداوند شما را عمر پربرکت یاد، فرزند خوب صالح برای پدر و مادر شوید. خوب اگر مبادا پدرت با وجود این نصیحت ها را تماشا کردن و شنیدن باز هم نماز نخواند، من از شما خطی مادرت التماس میکنم او را حرمت کنه، او را عزت بجا بیاره، او را کلوچاش پیش پامون، او را پدر جان گفته خطاب کن، هر خدمت فرمد اجرا کن، زیرا خدا به شما سپارش داده است و صاحبهما فی الدنیا معروفا. برای پدر و مادر اگر چی کافرم باشد شما خدمت خوب کنه. دعا کنیم پروردگارا به خاطر این دادر عزیز ما که و ما برای پدرش التماس دعا و هدایت کردی، خداوندا این دادر عزیز ما را همراه با برادراش و رفیقاش تنی صحت عمر دراز و رزق فراخ نصیب کنه. خدایا دعای مای گناهگارا و این جوانای زیبای ملائکه صفتا فرشته خور خدایا در حق این پدری به نماز اجابت کن. تو مقلب القلوبی، تو هزاران کافرها را در اروپا خدایا با دعوت به اسلام مشرفشان کردی. دل این بنده ته هم محبت نماز و مسجد در دلش بیدار گردان. آمین یا فبینهم كذلك اذ وقعت الجبال على الارض. یا الله، حالت این دهشت، حالتی که ستاره ها پاره شده ایستاده بودند، انسان ها زیر پاره های آتش ستاره بودند. این کفایه نبود که ناگهان کوه ها را میبینیم به لرزه میدارد، از ضرب تکان سخت پاره میشود، میکفد، جر شده آمدن میگیرند. و اذا الجبال سیرت، خدا میگه این کوه ها را من مانند خاک روان میکنم، مانند که شما سنگ میبینه در جای آرد کنی آورده ضربه میزند، مایده شده بالای ترانسپورتر رفتن میگیرد، اون طرف آرد شده میبرد. پروردگار میگه از جنبش سخت این کوه های سنگین من آرد میکنم. و اذا الجبال سیرت. ببینه خدا چی میگه؟ سوره طه تفصیلی زیادتر دارد. قرآن چی میگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یسألونک عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. یا الله، پیغمبر از تو میپرسند که در روز قیامت این کوهها کجا میروند؟ به اینها بگو، به این منکران قدرت بگو خدای من این کوهها را مانند خاک میده کردگی میبیزاند و در روی زمین اونها را چنان پهن میکند، چنان هموار میشود زمین که حتی یگان پستی یگان چقری دیگر باقی نمیموند. الله، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. خدا میگد آن روز که شما از دهشت قیامت مانند ملخ‌های به یکدیگر برخورنده
میدوید این آن طرف خود میزند. آن روز من کوه‌ها مانندی پشمی غازیده شده در هوا پراکنده میکنم، نابود میکنم. این سخن خدا هست، این سخن الله هست، این سخن پروردگار است که این کوه‌ها را آفرید و این کائنات با این بزرگش آفرید. سخن او. الله. و اذا الجبال سیرت، هنگامی که این کوه‌ها مانند خاک روان، مانند ریگ روان، مانند پشم غازیده روانه می شوند، رفته رفته در هوا نابود می شوند. چه دهشت است. کسانی که آن روز در این واقعه اگر باشند، عزیزان من، شما تصور کنید چه دهشت بالا اونها دارد. اما میدانند کجا گریزند، میتوانند گریزند. نه، کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. آن روز دیگر جای گریز نیست. یقول الانسان عین المفر، کلا لا وزر. نه، جای گریز نیست. نه ثروتمندها، نه پادشاهها، نه ملا و ایشانها، نه متکبران نمیتوانند از قبضه قدرت خدا گریزند. نمیتوانند. لا وزر. یقول الانسان عین المفر، یقول الانسان الکافر. انسان کافر آن روز دهشت میگفت است جای گریز کجاست، در کجا پنهان شویم. از بمب‌های امریکا صدام نتوانست در تحقانهاش بجا شود، خلاص شود، مگر از بمب‌های پروردگار میتوانند اینها خلاص شوند. یا الله. کوه‌ها بالای زمین دستیدن میگیرند، سنگ‌های مانند کوه جر شده آمدن میگیرد. خدایا چه روزی دهشتناک است. و اذا الجبال سیرت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت ففزع الناس، ففزع الإنس إلى الجن والجن إلى الإنس، واختلت الدواب والوحوش والطيور فماج بعضهم إلى بعض. حضرت گفتند انسان ها خود در بین جن ها میزنند، آن روز جن ها در چشم نمایان میشوند. جن ها خود در بین انسان ها میزنند، حیوان ها به یکدیگر میدوند، پرنده ها و چرنده ها به یکدیگر بر میخورند که انهم جراد منتشر. یا الله چه روزی سخت است. در این وقت جن ها میگفتند به انسان ها نحن نأتیکم بالخبر، شما باشید، ما خبرش می بیاریم که چی گپ است، برای چی حادثه شد ایستاده است. وانطلقوا الى البحار فاذا هي نار تتعجج. وقتی که جنها به سوی بحرها می روند شاید یگان خبری از آسمان بفهمند، از گفتگوی ملائکه ها شاید یگان خبری نو تازه فهمند که چی گپ باشد. وقتی که به سوی بحرها و آکیانها می روند میبینن آکیان آتلانتیک و هند و آرام، یخبسته شمالی و همه دریاها و بحرها علنگه زده آتش شده ایستاده است. همان خدایی که از زیر بحر ولکن میبرارد، چگونه بالای بحر دو ولکن
لخچه علا به سرخ می رود. تمام بحر و آکیان ها روز قیامت پیش از برپا شدن قیامت مبدل به آتش می شود. و اذا البحار سجرت، و یاد آر هنگامی را که این آبها و بحرها و آکیانها آتش داده می شود. این خدا گفتی سادات. بحرها، آکیانها، دریاها همه آتش می گردند. فبینما هم كذلك اذ صدعت الارض صدعة واحدة. در این دهشت واهمه بود، همه بحرها آتش شده آمدن میگیرن به سوی خشکی ها. در این حالت دهشت ناگهان زمین جنبی سخت می شود که زمین پاره پاره می شود. و صدعت الارض صدعة واحدة، زمین جنبی 6000 بلا نه 6 بال. زمین پاره می شود، پاره می شود تمام تا پایان 2 بولر می شود، پاره پاره می شود، می ریزد در فضا. زمین ما معلق است. یا الله، قرآن چی میگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع ذات كل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. الله، خدا میگه ای بندگان من، ای انسان ها، ای متکبران، ای کسانی که مسجد ها رو منع میکنید، از خدای خود ترسید. اتقوا ربکم، زیرا که در پیش روی شما، در روز شما زمین جنبی سخت انتظار است. آن زمین جنبی روز زمین شما را پاره میکند، روز دلهای شما را میکفاند، جگرهای شما را پاره میکند. ان زلزلة الساعة شیء عظیم، زمین جنبی روز قیامت زمین جنبی سخت است، نه زمین جنبی خیتای، نه زمین جنبی یپانیا. 6000 بلاست، شاید 600,000 بلاست که این زمین خاک بشود. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وقتی که شما میبینید آن روز سخته، آن زمین جنبی دهشتناک که چنان سخت و دهشتناک است که حتی مادر از بحر طفل خود میگذرد، حتی مادرهای حامل دار بچه های آید. مادر زار طفلکی که پیستان در دهان او داشت، به جانش جان او برابر بود، او را می پرتاد، او را به یادش نمی آرد. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید.
آن روز تمامی مردمان همه مستند، مدهوشند، نه مدهوش شراب، نه مستی خمر و شراب، بلکه دهشت آن روز، بلکه عذاب سخت آن روز همه را مدهوش ساخت، همه را بے خود ساخت. و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. الله الله. زمین پاره پاره می شود. در این حالت دهشتناک، در این حالت شمال میوزد. فبینما هم كذلك اذا اتتهم ریح فاماتهم عن آخرهم. در این تلاطم کی مرد، در زیر سنگ ها کی نابود شد، در کفیدگی های زمین کی فرو رفت. چند قدر که زنده مانده باشد، ناگهان یک شمال، یک باد میوزد که این باد مرگ است. دیگر کسی که زنده مانده باشد او هم میمیرد. حضرت ابی بن کعب سخن بیان کردند تا اینجا و گفتند و ذلک قول الله تبارک و تعالی و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت. الله. و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت